به نام خداوند بخشنده مهربان. کافران از چه چیز از یکدیگر سوال میکنند؟ از خبر بزرگ، همان خبری که آنها در آن اختلاف دارند. چنین نیست که آنها میاندیشند به زودی خواهند دانست. باز هم چنین نیست، به زودی خواهند دانست. آیا زمین را بستر برای آسایش شما قرار ندادیم و کوهها را میخهای آن قرار ندادیم و شما را جفت نر و ماده آفریدیم و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم و شب را پوشش برای شما قرار دادیم و روز را وسیله برای زندگی و معاش قرار دادیم و بر فراز شما 7 آسمان محکم بنا کردیم و خورشید را چراغ درخشان آفریدیم و از ابرهای بارانزا آب فراوان فرو فرستادیم تا بدان دانه و گیاه بسیار برویانیم و باغهای پردرخت با آن آب پرورش دهیم. بیگمان روز داوری و جدایی میاد همگان است، روزی که در سور دمیده می شود. سپس شما گروه گروه به محشر می آیید و آسمان گشوده می شود، پس دروازه دروازه می گردد و کوها روان کرده شود، پس چون سراب گردند. و بیگمان جهنم کمینگاه است، بازگشتگاه برای سرکشان است. مدت زمان دراز در آنجا بمانند و در آنجا نه چیز خنک می چشند و نه آشامیدنی گوارای خواهند داشت جز آب سوزان و مایه که چرک و خون است. این کیفر است مناسب و در خور اعمالشان، زیرا که آنها هیچ امید بروز حساب نداشتند و آیات ما را به شدت تکذیب کردند و ما همه چیز را در کتاب لوح محفوظ به شمارش نوشتیم. پس کیفر اعمال خود را بچشید که چیز جز عذاب بر شما نمی افزاییم. بیگمان برای پرهیزگاران کامیابی است، باغهای میوه و تاکستانها و حوریان جوان و همسن و سال و جامهای لبریز و پیاپی از شراب پاکیزه بهشت. در آنجا نه سخن بیهوده میشنوند و نه دروغی. این پاداش از جانب پروردگار توست و عطای از روز حساب. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست. همان الله رحمان، هیچ کس در آن روز یاری سخن گفتن با او ندارد. روزی که روح یعنی جبرائیل و فرشتگان به صف بیستند، هیچ کس سخن نگوید جز کسی که الله رحمان به او اجازه داده باشد و او سخن درست و صواب گوید. آن روز حق است، پس هر کس بخواهد بازگشتگاه به سوی پروردگارش برگزیند. براستی ما شما را از عذاب نزدیک بیم دادیم، روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده است می بیند و کافر می گوید ای کاش من خاک بودم و برای حساب برانگیخته نمی شد. راست گفت خداوند بزرگ.